رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. بینندگان عزیز سلام. به یک برنامه دیگر رسم رواج‌های افغانستان خوش آمدید. امروز در این برنامه با هم از گنجینه سخن خواهیم گفت که هویت، تاریخ و روح یک ملت را در خود جا داده است. گنجینه‌ای به نام رسم و رواج‌های افغانستان. رسم‌هایی که نه تنها نشان دهنده شیوه زندگی مردم ماست، بلکه آینه‌ای از فرهنگ، اخلاق، باورها و ارزش‌های دیرینه این سرزمین کهن به شمار می‌رود. افغانستان سرزمینی است که با تاریخ طولانی، فرهنگ رنگارنگ و مردم با قلب‌های بزرگ در هر گوشه این کشور زیبا، از کوه‌های بلند بدخشان تا دشت‌های وسیع هلمند و از شهرهای تاریخی هرات و بلخ تا دره‌های سبز پنجشیر، رسم و رواج‌هایی وجود دارد که نسل به نسل منتقل شده و تا امروز زنده مانده است. این رسم‌ها تنها عادت‌های ساده نیستند، بلکه بخشی از هویت ملی ما را تشکیل می‌دهند. وقتی از رسم و رواج‌های افغانستان سخن می‌گوییم، در حقیقت از مجموعه از آیین‌ها و رفتارهای اجتماعی حرف می‌زنیم که در لحظات مهم زندگی مردم نقش دارند. از تولد کودک گرفته تا جشن‌ها، از ازدواج تا مراسم‌های مذهبی، از مهمان نوازی تا عزاداری، هر کدام از این بخش‌ها داستانی دارد، فلسفه‌ای دارد و پیام انسانی خاص را منتقل می‌کند. یکی از زیباترین ویژگی‌های فرهنگ افغانی مهمان نوازی است. در افغانستان مهمان جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. مردم ما باور دارند که مهمان برکت خانه است. حتی اگر شرایط زندگی ساده باشد، باز هم تلاش می شود تا با بهترین شکل از مهمان پذیرایی شود. این روحیه نشان دهنده قلب‌های مهربان و سخاوتمند مردم ما است. از سوی دیگر رسم‌های ازدواج در افغانستان یکی از گسترده‌ترین و مهمترین بخش‌های فرهنگی ما است. ازدواج تنها یک پیوند میان دو نفر نیست، بلکه پیوند میان دو خانواده و حتی دو جامعه محسوب می شود. مراسم خواستگاری، نامزادی، مهر و جشن عروسی، هر کدام با آداب خاص خود برگزار می شود و نشان دهنده اهمیت خانواده و احترام به ارزش اجتماعی هستند. همچنین در افغانستان جشن‌ها و مناسبات‌های مذهبی و ملی نیز جایگاه ویژه دارند. عید فطر و عید قربان از مهمترین جشن‌های دینی هستند که با شادی، دید و بازدید، لباس‌های نو و غذاهای سنتی همراه می‌باشند. در این روزها فضای جامعه رنگ دیگری به خود می‌گیرد. مردم به دیدار یکدیگر می‌روند، دلها نزدیکتر می‌شود و کینه‌ها و دلخوری‌ها جای خود را به محبت و دوستی می‌دهند. در کنار اینها رسم‌های مربوط به تولد، نامگذاری کودک و حتی مراسم‌های سوگواری نیز بخشی از فرهنگ غنی ما هستند. هر یکی از این مراسم‌ها پیام‌های انسانی عمیق دارند. پیام‌های مانند احترام به زندگی، همدردی با دیگران و اهمیت پیوندهای اجتماعی. فرهنگ و رسم و رواج‌های افغانستان تنها در گذشته باقی نماندند، بلکه هنوز هم در زندگی روزمره ما جریان دارد. البته با گذشت زمان و تأثیر دنیای مدرن، برخی از این رسم‌ها تغییر کردند یا شکل جدید به خود گرفتند، اما اصل و روح آن همچنان زنده است. امروز وظیفه ما این است که میان حفظ ارزش‌های فرهنگی و پذیرش تغییرات مثبت تعادل ایجاد کنیم. زیرا اگر فرهنگ یک ملت از بین برود، در حقیقت هویت آن ملت آسیب می‌بیند. رسم و رواج‌ها مثل ریشه‌های یک درخت هستند. اگر این ریشه‌ها سالم باشند، درخت نیز سرسبز و استوار باقی می‌ماند. ما نیز باید تلاش کنیم تا این ریشه‌ها را حفظ کنیم و به نسل‌های آینده انتقال دهیم. رسم ازدواج در افغانستان یکی از مهمترین و ریشه‌دارترین بخش‌های فرهنگی اجتماعی این کشور است که در هر قوم و منطقه با تفاوت‌های خاص خود برگزار می‌شود، اما در اصل و ساختار کلی اشتراکات زیاده دارد. ازدواج در افغانستان تنها یک پیوند میان دو فرد نیست،
بلکه یک پیوند میان دو خانواده و حتی دو اجتماع محسوب می شود و به همین دلیل با دقت، احترام و رعایت سنت‌های دیرینه انجام می‌گیرد. در بیشتر مناطق افغانستان آغاز ازدواج با مرحله به نام خواستگاری شروع می شود. در این مرحله خانواده پسر با مشوره بزرگان و ریشسفیدان دختری را که از نظر اخلاق، تربیت و خانواده مناسب می دانند انتخاب می کنند و به صورت رسمی به خانه دختر برای خواستگاری می روند. این دیدار معمولاً با حضور بزرگان دو طرف انجام می شود و در آن درباره مسائل مهم مانند اخلاق، وضعیت خانواده، شرایط زندگی و آینده زوج جوان صحبت صورت می‌گیرد. اگر توافق اولیه حاصل شود، خانواده‌ها وارد مراحل بعدی می‌شوند. پس از خواستگاری موفق مرحله نامزدی آغاز می‌شود. نامزدی در افغانستان یک مرحله مهم و رسمی است که در آن رابطه دو خانواده جدی‌تر می‌شود. در این مرحله معمولاً جشن کوچک برگزار می شود و خانواده‌ها برای یکدیگر هدیه می آورند. این هدایا می تواند شامل لباس، شیرینی، طلا یا وسایل دیگر باشد. نامزدی فرصتی است تا دو خانواده بیشتر با هم آشنا شوند و برای ازدواج اصلی آماده شوند. یکی از بخش‌های مهم ازدواج در افغانستان تعیین مهر یا کابین است. مهر در حقیقت حق شرعی زن است که در هنگام عقد تعیین می شود. مقدار مهر بسته به توافق دو خانواده متفاوت است و می تواند پول نقد، طلا یا چیزهای ارزشمند دیگر باشد که در فرهنگ افغانستان علاوه بر جنبه شرعی یک نشانه احترام و جایگاه زن نیز محسوب می شود. پس از طی مراحل نامزدی نوبت به برگزاری مراسم ازدواج می رسد. مراسم عروسی در افغانستان معمولاً بسیار باشکوه و پر از آداب و رسوم است. این مراسم ممکن است یک یا چند روز ادامه داشته باشد و شامل بخش‌های مختلف مانند شب حنا، جشن عروسی و انتقال عروس به خانه داماد باشد. در شب حنا دستان عروس با نقش و نگارهای زیبا تزیین می شود و زنان خانواده با شادی موسیقی محلی این شب را جشن می گیرد. روز عروسی معمولاً با حضور گسترده خانواده‌ها، دوستان و اقوام برگزار می شود. در این روز موسیقی محلی، رقص‌های سنتی و غذاهای متنوع نقش مهم در شادی مراسم دارد. لباس عروس در افغانستان معمولاً بسیار زیبا، رنگارنگ و با تزیینات خاص است که نشان دهنده فرهنگ غنی این سرزمین می باشد. دامادها نیز با لباس رسمی یا محلی در مراسم شرکت می کنند. یکی دیگر از بخش‌های مهم این مراسم انتقال عروس به خانه داماد است. این لحظه معمولاً با احساسات زیاد همراه است. از یک سو شادی، آغاز و از سوی دیگر احساس جدایی عروس از خانواده‌اش. در بسیاری از مناطق هنگام بدرقه عروس بزرگان خانواده نصیحت‌ها و دعاهای خیر خود را برای زندگی مشترک آنها می‌کنند. در کنار این رسوم مهمان نوازی نیز در ازدواج‌های افغانستان جایگاه ویژه دارد. خانواده داماد معمولاً تلاش می‌کنند تا بهترین پذیرایی را از مهمانان انجام دهند، زیرا آبرو و احترام خانواده در چنین مراسم‌های بسیار مهم شمرده می‌شود. غذاهای سنتی مانند قابلی پلو، کباب و شیرینی‌های محلی در این مراسم بسیار رایج است. با وجود این که در سالهای اخیر برخی تغییرات در سبک ازدواج در شهرهای بزرگ به وجود آمده و جوانان نقش بیشتری در انتخاب شریک زندگی خود دارند، اما همچنان نقش خانواده‌ها و سنت‌ها بسیار پررنگ است. در مناطق روستایی این سنت‌ها به قدر بیشتر حفظ شدند و کمتر تغییر دیدند. در مجموع رسم ازدواج در افغانستان ترکیبی از فرهنگ، مذهب، سنت و ارزش‌های اجتماعی است. این رسم نه تنها یک مراسم ساده، بلکه یک رویداد مهم اجتماعی است که نشان دهنده پیوند عمیق میان خانواده‌ها، احترام به ارزش‌ها و اهمیت زندگی مشترک در جامعه افغان می‌باشد.
حفظ این فرهنگ در کنار پذیرش تغییرات مثبت میتواند به حفظ هویت ملی و اجتماعی مردم افغانستان کمک کند. از پیامدهای مثبت رسم و رواج ازدواج در افغانستان تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی است. در بسیاری از ولایت‌ها ازدواج فقط یک پیوند دو نفره نیست، بلکه باعث نزدیک شدن دو خانواده و حتی دو قبیله می شود. این موضوع در جامعه سنتی افغانستان باعث افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش فاصله میان خانواده ها می گردد. از طرف دیگر این مراسم ها باعث تقویت روحیه شادی هم می شود. در روز عروسی حضور اقوام، دوستان و همسایه ها فضای شادی ایجاد می کند و این موضوع در زندگی اجتماعی مردم نقش مثبتی دارد. موسیقی محلی، غذاهای سنتی و دید و بازدیدها باعث تقویت ارتباطات انسانی می شود. با وجود جنبه‌های مثبت، رسم و رواج‌های ازدواج در برخی ولایات با پیامدهای منفی روبرو است. یکی از مهمترین آنها هزینه‌های سنگین مراسم عروسی است. در بسیاری از مناطق خانواده‌ها برای برگزاری یک عروسی باشکوه مجبور به پرداخت هزینه‌های زیاد می‌شوند. این موضوع به ویژه در ولایت‌هایی که رسم‌های پرزرق و برق دارند، فشار اقتصادی زیاد بر خانواده‌ها وارد می‌کند و گاهی باعث قرضداری طولانی مدت می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای منفی ازدواج‌های اجباری یا کم اختیار بودن دختران در انتخاب همسر است. در برخی مناطق هنوز هم تصمیم اصلی ازدواج توسط خانواده ها گرفته می شود و نظر دختر یا پسر کمتر در نظر گرفته می شود و این موضوع می تواند باعث مشکلات روحی، خانوادگی و حتی جدایی در آینده شود. در بعضی ولایت ها موضوع مهر سنگین نیز مشکل ساز شده است. خانواده ها گاه مهر بسیار بالا تعیین می کنند که باعث دشواری در ازدواج جوانان می شود. این مسئله و خصوص در شهرها بیشتر دیده می شود و باعث تأخیر در ازدواج جوانان شده است. همچنین در برخی مناطق رقابت‌های اجتماعی و فخر فروشی در مراسم عروسی دیده می شود. خانواده ها تلاش می کنند عروسی خود را از دیگران با شکوه‌تر برگزار کنند، حتی اگر توان مالی کافی نداشته باشند. این موضوع گاه باعث فشار روانی و اقتصادی می شود. در ولایت‌های شهری مانند کابل، هرات، مزار شریف و دلیل تاثیر زندگی مدرن، برخی از رسوم ساده تر شده و جوانان نقش بیشتری در انتخاب شریک زندگی دارند. اما در ولایت‌های روستایی و سنتی تر مانند هلمند، بدخشان یا مناطق دوردست هنوز نقش خانواده ها بسیار پررنگ است و رسم‌های قدیمی بیشتر حفظ شده‌اند. امیدواریم مطالب و بخش‌های ارائه شده در این برنامه توانسته باشد دید تازه نسبت به ارزش‌های فرهنگی، آداب و رسوم زیبا و گوناگون افغانستان به شما عزیزان بدهد. رسم و رواج‌های ما تنها عادت‌های اجتماعی نیستند، بلکه نشانه‌های وحدت، احترام، همبستگی و هویت ملی ما هستند. رسم و رواج‌های ازدواج در ولایت‌های افغانستان یک بخش مهم از فرهنگ و هویت اجتماعی مردم است که هم آثار مثبت مانند تقویت روابط اجتماعی، حفظ فرهنگ و ایجاد شادی دارد و هم چالش‌های مانند هزینه‌های بالا، فشارهای اجتماعی و محدودیت در انتخاب فردی دارد. برای آینده بهتر لازم است تعادل میان حفظ سنت‌های زیبا و کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود تا ازدواج به یک تجربه سالم، ساده و خوشحال کننده برای همه جوانان تبدیل گردد. امروز ما با هم لحظاتی را سپری کردیم که در آن بخش از هویت، تاریخ و فرهنگ غنی سرزمینمان را مرور نمودیم. فرهنگی که نسل به نسل انتقال یافته و امروز نیز در زندگی ما جریان دارد. در پایان از خداوند متعال آرزو داریم که صلح، آرامش و همدلی همیشه در کشور عزیز ما افغانستان برقرار باشد تا بتوانیم فرهنگ و ارزش‌های نیک خود را به نسل‌های آینده به بهترین شکل انتقال دهیم. سپاس از توجهتان. تا برنامه دیگر، بدرود. ادبستان
یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.